درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. با یک فضای ایدانه باز هم به خانه‌دان شما تشریف آوردیم. امروز هنرمندان ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به برنامه ما تشریف آوردند و گروه استرادی ارکستر سیمفونی هستند. امروز مهمانی ما که با یک آهنگ دلنشین به برنامه آغاز بخشیدن. این آهنگ نوای وحدت نام داشت. مؤلف آهنگ مذکور کریم بهاوالدینوف هستند که ایشان را ما با برنامه خیر مقدم میگیم و کلی هنرمندان رو که امروز با همین سازهای زیبای خود با برنامه ما حسنی آغاز بخشیدن و یک شکوه دیگر اهدا نمودن. سپاس میگویم که تشریف آوردند و برنامه ما بخشیده شده است به روز وحدت ملی. من کلی هموطنان عزیز را به این روز مبارک خیر مقدم میگویم و همچنین در نزد من سالیست ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محمد نعمتوف و همچنین سالیست دیگر فردوسی عبدالقاسم.
حضور دارند نشستند و امروز با حضور ایشان یک برنامه زیبا و دیدنی رو حتما که پیشنهاد شما خواهیم کرد. درود، خوش آمدید به برنامه ما. و ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان واقعا یکی از ارکسترایی است که طی چند سالی اخیر با برنامه‌های تازه خود، با سفرهای جالب خود به کشورهای دیگر واقعا دستاوردهای زیاد دارد و به قریبی فکر میکنم ارکستر سفر داشت به قزاقستان. اینجا یک سفر هنری بود. خب میدونم که شما نبودید ولی ارکستر در اونجا حضور داشت. میتوانید از این سفر برای ما بگید که چگونه سفر بود و در اونجا چی ها پیشنهاد کردید؟ اولا سلام و درودی خود را به شما و به تمام تماشابینان تلویزیون سفینه میرسانم. با در عرفه جشن وحدت ملی قرار داریم. از فرصت استفاده برده با آمد جشن وحدت ملی تمام مردم شرفمند تاجیکستان رو تبریک میکنم و در حقیقت ارکستر دولتی سیمفونی از روز تأسیس یابی بسیار فعال است، بسیار یک ارکستری با نفوذ و البته همه با مسئولیت با دستگیری با دستورهای پیشوای معظم ملت ما پرزیدنت کشورمان محترم امالی رحمان تشکیل کرده شد و بسیار ارکستر یک راهبرهای یک غمخوار خود که صنعتکار هستند، خود که هنرمند هستند، خود که ایجادکار هستند، بسیار یک خواسته هنرمند رو، نوازنده رو، یک دلی هنرمند رو، یک کمبودی رو حس میکنند و درک میکنند. علیم جان صالح و جانشینان اون کس استاد بهرام مراد دلیزاده که ما هنرمندا رو بسیار خوب میفهمند و دستگیری میکنند و درباره اگر سفرهای هنری گیم از روز تأسیس یابی ارکستر سیمفونی هم گروه استرادی هم سیمفونی خلقی و سفرهای گوناگونی هم داخلی کشور و هم بیرون از کشور داشتند و آخرین سفری که خیلی که شما قید کردید به جمهوری قزاقستان بود. در این سفر ما وابسته نگردیده باشیم هم، لیکن قریب همه گروه در این سفر اشتراک داشت. یک سفر خوب و با برار بود. ما ثبت‌هایش رو دیدیم و شاهد آن گشتیم که ارکستر ما رو الکی نه تنها در کشور بلکه بیرون از تاجیکستان در مقیاس جهان هم الکی میشناسند و باوری دارم که این سفرهای هنری، این برآمدها تا رفت زیاد و بهتر میگردد. برای رشد ارکستر باز هم تاثیرگذار خواهد بود. چون ببینید که مثلا سفرهای هنری وقتی که یک هنرمند با یک چند گروهی خرد می رود این کاری ساده تر است، ولی یک ارکستری بزرگ که مثلا در هیئت آن تقریبا 50-60 نفر است وقتی که سفری هنری می کند واقعا این کاری سخت است که اینقدر یک گروهی مثلا بزرگ را سرجم کردن و با در یک کشور دیگر پیشنهاد کردن مثلا موسیقی زیبای تاجیکی کارهای بزرگ واقعا هم در همین ارکستر زیاد است، خاصتا همون بنات ارکستر وارد کردن شش مقام. مثلا از جانب ارکستر سیمفونی سازهای موسیقی شش مقام اجرا کرده می شود که این واقعا کاری نادر است. بله. و گروهی یک نویگری هم هست. دریجورانی که در این مثلا ارکستر فعالیت میکنند واقعا همیشه کوشش میکنند که کارهای نو و تازه پیشنهاد شود. شما بیاد برای ما درباره همین گروه استرادی ارکستر کمی برای ما معلومات دهید، چون در هیئت همین ارکستر فعالیت میکنند و خیلی یک هیئتی پرقدرت و با استعداد و توانا رو نیز سرجم کرده است. بله درست قید کردید. انسامبل استرادی ارکستری دولتی سیمفونی سال 2022 تشکیل شد و از همون تشکیل شویش خوشبختانه و خرسندی‌آور است که شامل این گروه گشتم. ولی در گروه ما بسیار یک نوازندگان و هنرمندان چهره دست بهترین ها گویم خطا نمیکنیم جمع آمدند. گفتن نماند که راهبری بدیهی انسامبل استرادی ما استاد کریم جان بهاودین زاده، راهبری موسیقی باشد استاد شورا جان نیازوف هستند که بسیار یک هنرمند و ایجادکاران خوب هستند. یک ما در یک فضای زیبای موسیقی کار و فعالیت میکنیم. خیلی که میگن اگر شخص با کارش با جای کارش همچون اید رود او خوشبخت‌ترین انسان است و در حقیقت ما خوشبخت‌ترین انسان هستیم که
доим пайваста дар даруни шеъру мусиқӣ ҳастем ва ман низ ҳар рӯз ид аст. бале, ва ман низ ба ин гурӯҳ бо як хурсандӣ, бо як бетоқатӣ меравам, зеро ки дар ин ҷо мо бо бачаҳо аксарияти ҳунармандон, навозандагонро ман мешинохтам, ҳам солистонро, ҳам навозандагонро, ва боз вақте ки мо як гурӯҳ шудем, боз наздиктар шудем, дӯстӣ зич пайдо кардем ва аз якдигар меомӯзем пайваста, ба якдигар маслиҳатҳо медиҳем ва умуман ман хурсанд ҳастам ва ташаккури зиёд мегӯям ба ҳар нафароне ки саҳм гузоштанд ва маслиҳат доданд ва умуман ҳамин гурӯҳи эстрадиро барои мо ташкил карданд. Чун дар замони мо масалан сарҷамъ кардани як гурӯҳи масалан пурқудрати навозандаҳо хеле сахт аст. Ва вақте ки масалан ин гуна имконият аст, ҳар солист кӯшиш мекунад ки аз ин масалан дастовард, аз ин ҳолат истифода барад. Ташаккури зиёд. ҳатман ки бо як таронаи зебо ба барномаи мо омадед. Албатта. хуб, чӣ тарона аст? мехостем як таронаро пешкаш кунем ки оҳанги худам аст, бар қалами муаллимаи азиз, шоираи хушкалом Меҳри Нисо. ва вақте ки ман ин таронаро омадам ба назди акаи Каримҷон ака Шӯрат пешниҳод кардам, ман ба бачаҳо писанд омад ва барои тайёр кардани ин суруд ба мо умуман як вақти зиёдам лозим нашуд ва чӣ хеле шуд ки ҳамоҳангӣ буд ва дар як муддати кӯтоҳ мо ҳамин таронаро омода кардем ки ном дорад пайғоми ҷавонӣ, меҳри ҷавонӣ дар бораи ватани азизамон, дар бораи меҳани азизамон, дар бораи ҳамаи муқаддасатҳои ободӣ, умуман аз номи ҷавонон аст. Ва ман ҳам мехостам боз як бор аз номи тамоми халқи тоҷик, аз номи ҷавонони кишвар ватани азизамонро, халқи азизамонро бо ҷашни ваҳдати миллӣ табрик кунам ва ҳамин як таронаро аз номи худ ва аз номи гурӯҳ, албатта аз номи ҷавонони кишвар барои мардуми Тоҷикистон тақдим пешкаш кунем. хуб, марҳамат, бифармоед. جوانی میکنیم شهرتی به هم جهانی میکنیم بیستری گلهای سرخ موای ما بیستری گلهای سرخ موای ما در گلستان زندگانی میکنیم در گلستان زندگانی میکنیم گلستان زندگانی میکنه
گلیستان زندگانی میکنه ما جوانه. تشکر زیاد، خسته نباشید. واقعا آهنگی زیبا بود، جذاب بود و شروع شوق داشت. واقعا همین فضای آرامی و آسودگی است که امروز هنرمندان ایجاد میکنن، ترانه‌های جذاب پیشنهاد میکنن. خاصتا همین ارکستر شما نیز در این سمت خیلی فعال است و گروهی استرادی نیز ما قبلا چند بار برنامه داشتیم با بچه‌ها، ترانه‌های خیلی زیبا دارند. اصلا آهنگ‌ها رو کی ایجاد میکنه در اینجا؟ آهنگ رو کی پیشنهاد میکنه برای بچه‌ها؟ راستی هر یک هنرمندی که در گروه ما جمع آمده است، من خود یک هنرمندای خوب، هنرمندای صاحب مکتب، هنرمندایی که به قول بگیم پروفسیونال، کسبی است، کسبی و فدایی کاری خود هستند و قریب همه هنرمندای ما و عموما همه نوازنده های ما و سراینده ها آهنگ های خود رو پیشنهاد میکنن و کوشش میکنیم که ما از خود از قلب خود، از دل خود، همون درد خود، همون چیزی که ما حس میکنیم آهنگ های خود رو پیشنهاد کنیم و چه خیلی که من تصور دارم و میدونم اکثریت هنرمندای ما آهنگ های خود رو پیشنهاد میکنن و البته با همراهی استادان، با همراهی نوازندگان، بچه‌ها تکمیل میدن، دیگرگونی میدارن و من در نهایت یک آهنگ، یک ترانه، یک اثری خوب هم میبراید. واقعا. و ببینید که چند وقتی آخر مثلا همین استرادا کمی در میان جوانان کاسته شده است. حس کردید این چیز را؟ مثلا چند سال قبل خیلی زیاد رشد کرده بود ولی یک باره مثلا جوانان زیادی آمدن که استرادا میگویند ولی کارهایشان نه به استرادا مانند است نه به ژانر دیگر، ولی روی کار آمدن همین گونه مثلا انسامبل های استرادی میتواند که فضا را پر کند، میتواند که باز هم دوباره همین مثلا ژانر موسیقی را رشد دهد. خب از نگاه شما چی گونه است؟ راستی در این موضوع صحبت کردن من شاید کمی ناقلای باشد، زیرا که من خود حالا هنرمند جوان هستم و من یک کمبودی و عیبی کس را گفتن نمیتونم، لیکن همین قصد را میگویم که شاید این تأثیری همون بعضی همون هنرمندای غربی که بسیار کامپیوتر موسیقی یعنی که صنعی استفاده میبرند و شاید تأثیری این باشد. بعد در ما هم هستین موسیقی صنعی که بیشتر استفاده میشه؟ البته هستن، لیکن من طرفدار نوازش زنده، اسباب‌های زنده هستم. باور کنید لذتش دیگر است. بعد از چند سال اگر شما موسیقی صنعی که با واسطه کامپیوتر کرده می شود شما گوش کنید و بعد از 100 سال هم باشد نوازش زنده را گوش کنید، 100 سال پیش هم همین و نوازش و همین شکوه و همین زیبایی است. فکر میکنم در چندین سال ها هم همین تاثیرات لذتش گم نمیشود. لذت چگونه که هر بار مثلا سرودهای انسامبلی گلشند رو قدیمیش را گوش میدی خیلی زیبا است، حالا هم میگویی که این زمانی است، حالا هم فکر میکنی که یک گروه خیلی مثلا معاصر این را اجرا کرده است، ولی چون همه سازهای زنده هستن، همه مثلا زنده اجرا میشه. سببش این است که از دل صمیمی از قلب میبراید و البته این دیگر است. فکر میکنم مثلا روی کار آمدن این گونه موسیقی های الکترونی کمی لذت صنعت رو از بین میبره، همین خیلی هم هست. گوش ها رو به دیگر چیزهای مثلا نالازم عادت میکنند که این واقعا هم یک حالت نگران کننده است. من هم فکر میکنم که کمی تأثیری همین است، موسیقی غرب، موسیقی صنعی. بله. خب فردوسی، شما خوش آمدید به برنامه. شما از کی به ارکستر پیوستید؟ سلام و درودی به پایان خود را به کل تماشابینان تلویزیون سفینه و به شما میرسونم. من طول یک سال می شود در این انسامبل استرادی ارکستری دستگاه اجرای پرزیدنت کار میکنم و باعث خرسندی و سربلندی من است که من با این خیلی انسامبل کار و فعالیت کرده ایستادم. چندین سروده را در طول یک سال ما با همراهی انسامبل اجرا کردیم
و این سرودی که ما پیشنهاد میکنم حاضر این سرود هم سرودی نو است، تازه ایجاد است. اولین شما بار ختم کرده کجا هستید؟ ختم کرده کنسرواتوری ملی. بعد از ختم کنسرواتور بعد از ختم کنسرواتوری بعد تاسیس یافتن خیلی انسامبل کور و فعالیت کرده شدیم تازه. تشکر. ترانه را اجرا میکنید؟ ای یاری جفا کرده ای پیوند بریده، ای یاری جفا کرده ای پیوند بریده، این بود وفاداری و عهدی تو ندیدم، این بود وفاداری و عهدی تو ندیدم، در کوی تو معروفم و از روی تو محروم، در کوی تو معروفم و از روی تو محروم، گرگی دهن آلوده یوسف ندریده، گرگی دهن آلوده یوسف ندریده. ما هیچ ندیدیم همه شهر بگفتن، ما هیچ ندیدیم همه شهر بگفتن، افسانه مجنونی به لیلی نرسیده، افسانه مجنونی به لیلی نرسیده، ای یاری جفا کرده ای پیوند بریده، این بود وفاداری و عهدی تو ندیده. در خواب گزیدم لب شیرینی تو را من، در خواب گزیدم لب شیرینی تو را من، از خواب چی باشد مگر انگشت گزیدم، از خواب چی باشد مگر انگشت گزیدم، ای یاری جفا کرده ای پیوند بریدم، ای یاری جفا کرده ای پیوند بریدم، این بود وفاداری و عهدی تو ندیدم، این بود وفاداری و عهدی تو ندیدم.
ادامه برنامه فضا است. دوستان عزیز، بار دیگر فرارسی جشن وحدت ملی را به هموطنان عزیز مبارک میگویم و خود حاضر به برنامه دو سالیس دیگری ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. جمشید نیزاموف و حسن الدین نجمیدین، هنرمندان محبوب کشور که من ایشان را خیر مقدم میگویم. جشن وحدت ملی مبارک. اگر پیامی درود به بیننده دارید، دستگاه نوار برداری ما در اختیار شما است. مرحمت. با فرارسی جشن وحدت ملی تمام کلی مردمی تاجیکستان رو تبریک میگم و من با دستاورد یک سرودی زیشقت که آهنگی علویدین جرایانی هست برای با مخلصان پیشکش میکنم. خب تشکر. شما حسین، اگر پیامی دارید به بیننده مرحمت. با فرارسی جشن وحدت ملی تمام مردم تاجیک و تاجیکستانی رو مبارکباد میگویم و خاندانشون خوشبختی تمنا دارم. وحدت ملی مبارک باشد و یک سرود دستاویز همچون تحفه به مردم پیشنهاد می‌نمایم. حتما. خب تشکر زیاد. و من تا جایی که میدونم صفی جوانان با همین ارکستر شما زیادتر میشود، یعنی همین گونه یک برنامه جریان دارد که بیشتر باید جوانان جلب شوند، بیشتر باید جوانان فعالیت کنند، خودشان رو نشان دهند و این چیز علاقه نمایان است. میبینیم که جوانای صاحب استعداد علاقه روی صحنه میان، کارهای مختلف و زیبا رو پیشنهاد میکنند. خب از فعالیت جوانان ارکستر به ما بگید. راستی جوانان ارکستر ما بسیار فعال هستند و درست قید کردید. در گروه ما در برابر راهبران ما استادان قریب هم هنرمندان، هم نوازندگان، هم سلیستان یعنی آوازخوانان جوانان هستند. از اون جمله من برادر ما حسن الدین جان، فردوس، چهارشنبه علاوطف، امان الله، خودی من و دیگر نفران هستند که شامل این گروه گشتند. مطربان زیادی جوان نیست. کنسرتور را ختم میکنن یا کالج موسیقی را ختم میکنن. البته و همه هنرمندان ما چخیلی که قید کردیم یک صاحب مکتب و بعد از ختمی البته این یا اون دانشکده یا کنسرتور ملی به کار دعوت شده است. بعد از دانش موسیقی گرفتن البته پروفسیونال هستند و من این خرسندی آور است که همیشه به روز ما میبینیم در کدام ساحه‌ای نباشد جوانان رو چقدر خوب دستگیری میکنند و جوانان ما راستی موفق هم شده ایستادند و امیدوارم که باز هم زیادتر مهنت میکنند و با قله‌های بلندی صنعت در دل خواه کسبی اگر نباشند با قله‌های بلندی اون کسب خود برسند و همین خیلی هم امیدواریم که میشود و شده ایستاده است. بله تشکر زیاد. و باز هم با سرود موسیقی رو میواریم. شما اجرا میکنید ترانه زیشقت. خب تو را گیرم در آغوشم بگو، کی تو را گیرم در آغوشم بگو، کی گذاری سر روی نوشم بگو، کی گذاری سر روی نوشم بگو. این سکوتت میکشد آخر مرا، این سکوتت میکشد آخر مرا. کرده ای شاید فراموشم بگو، کرده ای شاید فراموشم بگو. بگو بگو جانم بگو، بگو بگو جانم بگو، بگو بگو جانم بگو، بگو بگو جانم بگو. از عشقت گشت رسوا این دلم، برده عشقت از سرم موشم بگو. از عشقت گشت رسوا این دلم، برده عشقت از سرم موشم بگو. عشق چشمم گشت نوشی جان من،
اشکی چشمم گشتنوشی جانی من تا بکی زین عشق خود نوشم بگو تا بکی زین عشق خود نوشم بگو 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 جانم بگو 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 جانم بگو 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 جانم بگو 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 جانم بگو روز و شب گم کردم موشم بگو من که از عشقت ندارم روز و شب گم کردم موشم بگو اشکی چشمم گشتنوشی جانی من اشکی چشمم گشتنوشی جانی من تا بکی زین عشق خود نوشم بگو تا بکی زین عشق خود نوشم بگو 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 جانم 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 بگو تشکر زیاد، خسته نباشید اکای جمشید. واقعا ترانه‌های جذاب بود و بیننده عزیز واقعا وقتی که یک گروهی نوازنده ها در نزدت هستند و هنرمندان محبوب مثلا در نزدت هستند و زنده اجرا میکنند واقعا لذت اینجا را نمیشود بیان کرد و لذت زنده خوانی، لذت زنده اجرا کردن واقعا دیگرگونه است. من هر باری که در برنامه فضا می نشینم و این گونه مثلا یک گروهی با قوت، پر اقتدار و حرفه‌ای مثلا در اینجا اجرا میکنند، برای ما بسیار راحت بخش است و باور داریم که از این برنامه، از این ترانه ها، از این آهنگ های جذابی که امروز در برنامه فضا پیشنهاد بیننده کردیم، بیننده نیز لذت خواهد برد و یک تحفه زیبای در عرفه جشن وحدت ملی برای بیننده خواهیم کرد. تشکر زیاد با کل شما که امروز به برنامه تشریف آوردید و بیاید برای ما از برنامه هایی که روی دست دارید بگویید. چون میبینم که گروه استرادی شما روز تا روز اقتدارش پرتر می شود، زیادتر می شود، هنرمندان حرفه‌ای بیشتر دعوت می شوند، هنرمندان سرشناس بیشتر دعوت می شوند و با اجرای ترانه های تازه خود دل مخلصان را شاد می کنند. از برنامه های مین وعده خویش برای ما گفته باشید. راستی نقشه ها زیاد هستند. من پیش از همه از نام خود، از نام راهبریت این گروهی ما البته گفتم میتوانم که نقشه زیاد هستند. چه خیلی که شما درست قید کردید، ما با دیگر استادان از اون جمله پروین یوسفی، حسن حیدر، ادهم خالقوف و دیگر هنرمندانی که در ارکستر من در مؤسسه شامل هستند ما همکاری داریم و الکای چه خیلی که شما خبر دارید گروه استرادی ما نو تاسیس است، لیکن به این نگاه نکرده الکای در چندین برنامه‌های هم تلویزیونی هم برنامه‌های کنسرتی که در مقیاس کشور گذشت اشتراک دارند و عموما ارکستر دولتی سیمفونی چاره‌بینی نیست که هنرمندان نوازندگان ارکستر ما با یگان برنامه کنسرتی در چاره‌بینی‌ها در عموما در کدام سطحی نباشد شامل نباشند و این خیلی خوب هست. ما از این میفخریم و در آینده هم نقشه ها زیاد هستند. پیش از همه گروه ما میخواهد در آینده نزدیک یک کنسرت پرزنتاسیون کنسرتی رونمایی یک برنامه کنسرتی رونمایی این گروه استرادی ما باید شود و ما پیوسته کار کرده ایستادیم و تیاری برای برنامه کنسرتی برای مخلصان صنعت استرادی و عموما مخلصان صنعت تاجیک. در حقیقت ما با تمام جهان وحدت ساختیم. امروز امشب روز خلق تاجیک رو، مردم تاجیک رو، پایتخت عزیزمان رو، شهر دوشنبه رو تمام جهان میدوند و بینید که ما رو
тамоми ҷаҳон аз рӯи фарҳанг ва санъат, аз рӯи варзиш, аз рӯи расму оин, анъанаҳо бисёр хуб мешиносанд ва мо аз ин мефахрем ва бояд боз ҳам кӯшиш ба харҷ диҳем ки зиёдтар ва зиёдтар обрӯ нумӯи кишвари худро дар дилхосаҳо ва хусусан дар соҳаи илму фарҳанг боз ҳам боло ва зиёдтар гардонем. ташаккури зиёд, хаста набошед. ва дӯстони азиз, ҳаминҷо ба интиҳои барномаи имрӯзаи фазо низ расидем. бори дигар ба шумо ҷашни ваҳдати миллиро хайра мақдам мегӯем. бигзор ки ҳамеша хушҳоливу хушбахтиву нишод дар хонадони шумо танинандоз бошад ва ҳамеша бо навои суруду мусиқӣ зиндагии худро пеш баред. ва инҷо барномаи мо бо як таронаи дигар ба этмом мерасад. хайр, то дидори дигар. آمدنهایم به این دنیا از برای با تو بودن بود، با تو در یک شام بارانی این جهان گویا کی از من بود. آمدنهایم به این دنیا از برای با تو بودن بود، با تو بودن جهان گویا کی از من بود. با تو در یک شام بارانی چند ساعت هم نفس بوده، گویا چون مرغی وارسم بیرون از بند و قفس بوده. با تو در یک شام بارانی ساده و آزادم رفته، دل به کف بگرفت از شادی، هر نفس دل دادم رفته، دل به کف بگرفت از شادی، هر نفس دل دادم رفته. تو در یک شامی بارانی خوشترین یک صحبتی ما بود، چند ساعت بینی ساعت ها هدیه از قسمت ما بود. با تو در یک شامی بارانی شعر میخوندم زی سودی سمو بحری سرودیش قطره ها هن میبستن، از سمو بحری سرودیش. اومدن هایم و این دنیا از برای با تو بودن بود، با تو در یک شام بارانی این جهان گویا